بعضی علمای گذشتگان عیب میکردن مسلمان ها را که به علم طب اهمیت ندادید گفتن. امام ذهبی از امام شافعی نقل میکنن که امام شافعی کان یتلهف، یعنی غمگین میشدن به آنی که مسلمان ها علم طب را ضایع کردند. ضیعوا ثلث العلم و وکلوه الى اليهود و النصارى، 3/1 علم را ضایع کردند و آن را به یهود و نصارا سپاریدند. میگفتن این علم طب را در نظر دارند. در سیر اعلام نبلا آمده است. اینچنین از امام شافعی باز نقل کردن که لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب، من یگان علمی را نمیدانم که بزرگتر باشد بعد حلال و حرام، یعنی بعد علم فقه، از علم طب دیدن. الا ان اهل الكتاب قد غلبون علیه، فقط که اهل کتاب ما را غلبه کرد. یعنی طبیب‌های یهود و نصارا از طبیب‌های مسلمان‌ها بسیار است گفتن در زمان امام شافعی. حالا مثلا داریم طبیب‌های مسلمان هم داریم، ولی شاید کمتر باشد. لیکن من در بعضی کشورهای اروپا هم وقتی که واردی بیمارخانه میشید، بعضی طبیب‌های پاکستانی، طبیب‌های عرب، طبیب‌های هندوستانی مسلمان هستند و طبیب‌های ما هم یعنی خوب هستند، علل خصوص آنهایی که پیشتر تعلیم گرفتند.